از کودکی همیشه شما را در حال گریه برای یوسف دیدم. عمر من شاید پایان یابد، اما گریه های شما پایان نمی یابد. گریه در فراق فرزندی که 11 جانشین دارد از عقل سلیم بدور است. اما من در فراق کسی گریه می کنم که همه آمالم در وجود او تحقق می یابد و تا وقتی این فراق پایان نیابد این گریه هم پایان نخواهد یافت. علت انتصاب یوزارسیف به پیشکاری قصر که جایگاه مهمی است و مردی با تجربه و کارآمد را می‌طلبد چیست؟ از زمان آغاز بیماری هونیفر تمام امور قصر به دست یوزارسیف انجام می شود. او برای من هم پیشکار خوبی است و هم مشاوری حکیم. من مشاوری داناتر از او ندیدم. مشاور؟ یعنی در مواقع ضروری میتوان با یوزارسیف مشورت نمود. خداوند هونیفر را در آرامش ابدی قرار دهد. منظور یوزارسیف کدام خداوند است؟ شما با من کاری داشتید؟ بانو زلیخا شما را احضار کرده است. شما بروید، خواهم آمد. چه شده سیتنه؟ چرا کسی گریه میکنه؟ نمیدانم جناب پیشکار، هرچی میکنم ساکت نمیشود. چه شد؟ چه بگویم؟ کیسین بهتر میداند. او از گریه ایستاد، نه من. از خودش بپرس. ولی این که نمیتواند سخن بگوید. سپاسگزارم جناب یوزارسیف. خدایان تو را حفظ کنند. گمان نمی کنم او خدایان را قبول داشته باشد. یوزارسیف میگوید خدایانی که بند تنبانشان را دیگران محکم میکنند چگونه میتوانند امثال یوزارسیف را نگه دارند؟ تو کافر شدی میمیسابو. این چه سخنی است که میگویی؟ من گفتم من نگفتم. این سخن من نیست. گفتم که یوزارسیف میگوید. به راستی خدایان میتوانند کسی را نگه دارند؟ جناب یوزارسیف منتظر ورود هستند. بگو وارد شود. خودت هم بیرون باش. درود بر بانو زلیخا. من به جناب پوتیفار قبطه میخورم که هر زمان اراده میکنن میتوانند از وجود مشاور حکیمی چون شما بهره مند شوند، ولی ما دستمان کوتاه است. به خاطر ندارم که بانو احضار کرده باشند و اطاعت امر نکرده باشند. پیش از این بیشتر جویای حال ما می شدید، اما مدتی از ستاره ها هم دست نیافتنی تر شده. اکنون که در زمین و در محضر بانو زلیخا هستم
اگر امری هست بفرمایید. بسیار خوب. وقت پیشکار بزرگ را زیاد نمیگیرم. بنشینید خواهم گفت. یکی از زنان اشراف تبس به همسر خود خیانت کرده است. لحظاتی پیش این مطلب رو شنیدم. خیلی ناراحت شدم. به نظر شما با این زن چه باید کرد؟ یا بهتر بگویم یوزارسیف درباره این زن چه حکم می‌کند؟ برای حکم کردن دانستن جزئیات بیشتری لازم است. مثلا باید دید خیانت این زن برملا شده یا نه. آیا او این خطا را فاش میگوید یا از برملا شدن آن شرمنده است؟ آیا کنیز زرخرید بوده یا زنی آزاد؟ آیا فرزند دارد یا ندارد؟ آیا شوهر اون زن او را دوست داشته و علاقهش را ابراز میکرده یا نه؟ آیا همسر این زن او را از هر نظر تأمین میکرده یا در مضیقه و تنگنا قرار میداده؟ باید دید او به کدام آیین است و چندین سوال دیگر. این همه سوال برای یک قضاوت؟ بیهوده نیست که پوتیفار در همه امور با شما مشورت میکنه. تا پاسخ این سوال ها و چندین سوال دیگر روشن نشود حکم درستی نمیتوان داد. من پاسخ هیچ یک از این سوال ها را نمیدانم. فقط شنیدم عاشق شده است. باور نکنید بانوی من، عشق مقدس است و عاشق اهل خیانت نیست. کار دل است. دلیل و منطق نمیشناسد. عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمیدهد. هوس را نباید عشق معنی کرد. ببینم یوزارسیف، آیا تا کنون عاشق شده ای؟ آری. او کیست؟ کسی که مرا با عشق خود به سوی معبود حقیقی رهنمون شد. پدرم. چه کسی گفت وارد شوید؟ مگر استبل چهارپایان است؟ چشم برو. چشم. پیر شده اما عاقل نشده. او شما را دوست دارد و خود را محرم خلوت‌های شما می‌داند. وگرنه سرزده وارد نمی‌شد. بگذاریم. سوالی دارم که در پاسخ آن مختارید. آیا تا کنون کسی به شما مهر ورزیده است؟ آری. مهرورزی و ابراز علاقه اطرافیان برایم جز رنج و مشقت حاصلی نداشته. اما هم فاقه به خاطر علاقه وافری که به من داشت حسادت برادرانم را بر علیه من برانگیخت. و ابراز محبت پدرم مرا به قعر چاه و اسارت و درد فراق مبتلا. نه من منظور من اینها نیست. سوال من در مورد ابراز علاقه زن هاست. خیر بانوی من، گهگاه سنگینی نگاهشان را احساس می کنم اما به آنان توجه نمی کنم. بسیار خوب، می توانید بروید. در مورد آن زن هم سوال می کنم. در صورت لزوم با شما مشورت خواهم کرد. سنگینی نگاهشان رو احساس میکنم اما توجهی نمیکنم. اتفاقی افتاده بانوی من؟ فراموش کرده که یک برده است. با کنایه به من میفهماند که به ابراز علاقه من بی تفاوت است. حق دارد. پاسخ اشراف زاده ای که مهر برده ای را در دل می پرورد همین است. خواهیم دید. از این پس
هیچ چیزی برای او ارزش قائل نخواهم شد. چرا او را از قصر بیرون نمی کنید؟ اصلا چرا او را تبعید نمی کنید؟ با وجود پوتیفار از علاقه او به یوزارسیف بیخبری؟ با این وضع تصمیم شما درست است. بی توجهی. هرچه زودتر مقدمات یک جشن با شکوه را فراهم کنید. میخواهم خود را در عیش و نوش غرق کنم. یوزارسیف در خیال خام است. آنقدر فکر و روح خود را مشغول کنم که دیگر جایی برای او باقی نماند. این مجلس برای خوشگذرانی شما تدارک داده شده. مایلم که بسیار خوش بگذرانید و شاد باشید. این خاندان به خدایان کافر شدند، به آمون اهانت میکنند، فرمانده سواران آمون را مضروب میکنند. من فکر میکنم زلیخا با غلام عبرانی خود را بگذارد. میگویند او یک غلام زیبارویی را در خانه خود دارد. تو هنوز پس از 10 سال کینه جناب پوتیفار را دستی نداری. یک بار شوهرت به دست پوتیفار تنبیه شده، میخواهی زلیخا را بدنام کنی؟ از خنده هایتان پیداست که سخنان مرا باور ندارید. ما هم چیزهایی شنیده ایم اما باور آن برایمان مشکل است. بسیار خوب، بسیار خوب. پس با من بیایید. می توانم از بانو زلیخا سوالی داشته باشم؟ اگر درباره جنگ قدیمی معبد و پوتیفار نباشد اشکالی ندارد. خیر، در مورد غلام کنعانی شماست. در مورد آن غلام چه میخواهی بدانی؟ هیچ، فقط میخواستم بدونم او کجاست. اینک چه میکند؟ هرچه نگاه کردم او را نیافتم. تو برای تفتیش و جاسوسی به اینجا آمده یا برای مهمانی؟ نکند آنخماهو یا پادیامون تو را برای خبرچینی به اینجا فرستادند؟ بیایید میل بفرمایید، این هم سهم شماست. بردارید. چرا ناراحت شدی؟ ما وصف او را زیاد شنیده بودیم و میخواستیم او را ببینیم. اشکالی دارد؟ ولی من اگر جای بانو زلیخا بودم این غلام زیباروی را در پشت 1000 در بسته پنهان میکردم تا نظربازان مصری به او چشم طمع ندوزند. راستی کجاست؟ صدایش کن تا ببینیم. دیدی؟ نگفتم؟ اگر خبرهایی نبود این همه ناراحت نمیشد. یعنی با یک غلام عبرانی رابطه دارد؟ شما اصلا شبیه به اشراف و بزرگزادگان نیستید. بیشتر شبیه به گوسفندچرانان طامات و کنعان هستید تا وارثان تمدن کهن مصر. خیلی به دنبالتان گشتم. چرا در تاریکی نشستید؟ میخواهم تنها باشم. پس میهمانانتان به عذاب خدای آتش گرفتار شود، بروند به قلب.
شما باید به کاخ بازگردید. میدانید آنها در غیاب شما چه حرفها میزنند؟ آنها ذهن دیگران را مسموم میکنند. همه اینها به خاطر یوزارسیف است. یا باید یاد خاطر او را از لوح وجود خیش پاک کنم، یا وجود او را از صفحه روزگار محو خواهم کرد. یعنی شما میتوانید او را از صفحه روزگار محو کنید؟ یعنی او را بکشم؟ نه، این از من بر نمی آید. پس او را تبعید کنید. این را هم نمیتوانید؟ با وجود پوتیفار این نیز غیر ممکن است. بعد از هونیفر به هیچ وجه حاضر نیست یوزارسیف را نیز از دست بدهد. با یک مسافرت موافقید؟ بیشک مدت دوری تمام خاطرات را از ذهنتان پاک خواهد نمود. مقدمات سفر به منفیس و دلتای نیل را فراهم کنید. حال که نمیتوانیم یوزارسیف را از اینجا دور کنیم، خودمان از اینجا دور خواهیم شد. نمیسابا از انبار لباس به مقدار لازم لباس تحویل بگیر. از انبار آذوقه هم مایحتاج خود را تامین کنید. جناب یوزارسیف، ما همگی از شما سپاسگزاریم. اگر کمک های شما نبود ما هنوز در همان لانه های سرد و نمور زندگی میکردیم. خدایان شما را حفظ کند. به نزد مادرت برو. خدایان اگر میتوانستند شما را از این بحث نجات میدادند. این مختصر تغییر نیز از عنایت خداوند است، نه خدایان. او از کدام خدا سخن گفت؟ بعداً برایت میگویم. الهی، یوسف بدون تو هیچ است. همه بدون تو هیچند. خداوندا، لحظه یوسف را به حال خیش رهایش مکن. هرگاه که فرشته وحی نازل نمی شود احساس تنهایی می کن. زلیخاست، همسر عزیز مصر، چقدر زیباست.
پاروها داخل آب. حرکت میکنیم.
مکان زیبایی است. بارها با شما به اینجا آمدم اما هیچگاه خسته نشدم. نمیدانم چرا این بار اینجا را دلگیر می‌کنم. در گذشته دلنشین تر بود. مروارید بانو، یک مروارید. ببینید بانو چه مروارید بزرگی است. زیباست. زمانی دیدن چنین مرواریدی شما را به وجد می آورد، اما حالا آن زمان گوهری زیباتر از این را ندیده بودم. زلیخا دخترم چه شده؟ مثل اینکه خوشحال نیستی. گمان می‌کردم با دوری از او آرامش خیال خواهم یافت، اما گویا رنج دوری و مهجوری سخت‌تر از عذاب نزدیکی و همجواری است. هنوز چند روزی بیشتر نگذشته، به تدریج فراموش خواهید کرد. هرچه بیشتر می‌گذرد بیشتر ذهنم را مشغول می‌کند. می‌ترسم دیوانه شوم. بگو کشتی بازگردد. اجازه دهید چند روزی بگذرد. اگر مؤثر واقع نشد به تبس باز میگردیم. آماده حرکت شوید. سر جای خود، حواسا بیام بالا. آروها داخلا. هنوز هم میخواهید چون گذشته در جای جای قصر بایستید و با حسرت یوزارسیف را بنگرید؟ تا یوزارسیف را تسلیم خود نکنم
از پای نخواهم نشست. تو نیز در این کار باید یاریم کنی. من برای خوشنودی شما از هیچ کاری فروگذار نخواهم کرد. از این ماجرا کسی نباید بوی ببرد. به شما اطمینان میدهم. اما با همه این تلاش ها اگر یوزارسیف نپذیرفت چی؟ او را خواهم کشت. ورود بانوی زیبایمان را به قصر خوش آمد می‌گویید. سپاسگزارم خداوندگار من. امیدوارم خوش گذشته باشد. سفر خوبی بود. به قصر خوش آمدید بانو. سپاسگزارم یوزارسیف. جناب یوزارسیف، بانو زلیخا در قصر خود منتظر شما هستند. یوزارسیف اجازه ورود می‌خواهد. درود بر بانو زلیخا. ورود شما را به قصر خیر مقدم میگویم. امیدوارم سفر خوشخاطره و با نشاط را سپری کرده باشید. سپاسگزارم یوزارسیف. سفر خوبی بود. میخواستم به گزارشی از وضعیت قصر و حوادث و مسائلی که در غیاب من رخ داده بشنوم. مطلب قابل ذکری نیست الا اینکه کارهایی در جهت پاکسازی و نظافت قصر صورت گرفت. خوابگاه خدمتکاران و برده‌ها که قبلا بسیار نابسامان بود مرمت و بازسازی شد. تغییراتی در پوشش لباس خدمتکاران و اصلاحاتی در انبارهای آذوقه و لباس صورت گرفته است که گزارش کامل آن بعداً به عرض خواهد رسید. این همه کار و تلاش در مدت کوتاهی که من نبودم؟ کاری اضافه بر وظیفه انجام نگرفته بانوی من. این تلاش های شما قابل تقدیر است و من به عنوان سپاسگزاری مرواریدی را که صیادان ما در همین سفر از نیل صید کرده اند به شما هدیه می کنم. من انجام امور قصر را یک وظیفه می دانم و همیشه مدیون محبت‌های شما و آل جناب پوتیفار هستم. بردار، از آن توست. سپاسگزارم بانو. نمیدانم این سربزیری جناب پیشکار نشانه ادب است یا بی‌اعتنایی. خیر بانوی من،
بنده باید در پیشگاه خداوندگار و ارباب خیش همیشه سرفکنده و شرمسار باشم. پس چرا پیشتر این گونه نبودی؟ پیشتر کودکی رشد نایافته بودم که رسم بندگی نمیدانستم. اما من آن صمیمیت و صداقت خردسالی را به این ادب و احترام بزرگسالی ترجیح می‌دهم. هر زمان اقتضای خود را می‌طلبد. یوزارسیف از شما ادب داشتن و احترام گذاشتن را آموخته است. از من جز این نخواهید دید. دمی بنشین. میخواهم به یاد دوران کودکی که پرستاری و تیمارداریت میکردم قدری نگاهت کنم. مرا عفو کنید بانو. بخشی از امور قصد مختل مانده. اگر بانو اجازه دهند از حضورشم مرخص شدم. بسیار خوب. میتوانی بروی. نفهمیدم. منظورش از خداوندگار شما بودید یا خدای خودش؟ دیدی چقدر زبان باز و زیرک بود؟ بی‌اعتنایی و غرورش را تواضع و فروتنی جلوه داد. هر کجا برود در چنگ من است. نمیسابو. چه شد جناب؟ با من کاری داشتید؟ چه خبر؟ سیر و سیاحت خوش گذشت؟ هم آری هم نه. تا زمانی که بانو زلیخا میگفت و میخندید بد نبود، اما زمانی که کجخلق و ترشرو میشد ما هم با خنده ودا میکردیم. به همراه رودامون به بازار بروید. این مروارید را بفروشید و برای خدمتکاران برده ها زیرانداز و روانداز تهیه کنید. این را از بانو زلیخا هدیه گرفته اید؟ آری، اما به کار من نمی آید. هدیه ارزشمندی است، آن را نگه دارید. نیازی به آن ندارم، بگیر. راستی چه شد که زود بازگشتی؟ بازگشتی؟ بازمان گرداندند. نمیدانم چه شد. شاید هم بانو زلیخا به یاد همسر دلبندشان جناب پوتیفار افتادند. مراقب اوضاع باش، مخصوصا کاری ماما را زیر نظر بگیر. خبری شد به من بگو. خبری شده؟ من نگرانم. خطر در کمین است. بعضی ها نقشه های شوم در سر میپرورانند. غلط کردند؟ چه کسانی؟ از نیرنگ زنان هوسباز و دسیسه ساز باید به خدا پناه برد. پس ماجرا عاشقانه است. هر کسی عاشق جناب یوزارسیف شود من به او حق میدهم، مقصر نیست. تقصیر جناب یوزارسیف است که صید دلها میکند. گناهکار کسی است که ببیند و دل نبندد. بس کن ممیسابو. به جد گفتم. آیا کسی حق ندارد عاشق زیبایی چون تو شود؟ زیبایی من شبیه پرنده خوشحالها نیست که صوت دلنشینش مدام برایش اسارت گرفتاری به بار می آورد. اما گنجشک به خاطر صدای معمولیش آزاد و رها به همه جا پر می کشد. نگران اسارت زندان هم نیست. اگر از دست خدایان من کاری برمی آمد حتما برایت دعا می کردم. اما گویا خدای خودت از همه تواناتر است. آری، خدای من قادر مطلق است، در این تردید نکن. اما
اما نمیدانم چرا چندیست به من بی‌توجه شده. نه پیکی، نه پیامی، نه خوابی، نه الهامی. احساس میکنم میان زمین و آسمان سرگشته رها شدم. گاه هنگام تنهایی و خطر انسان نیازمند ریسمانی است که با آن چنگ زند، محتاج سرپناهی است که در ظل آن قرار گیرد. کاش پدرم اینجا بود. او راه مبارزه با دسیسه را خوب می‌داند. بانوی من، مگر نگفتم میخواهم تنها بمانم؟ یوزارسیف نزد عالی جناب پوتیفار رفت. اگر میخوایم او را ببینی فرصت مناسب است. آینم را ببر.